تا حالا دقت کردین که بارون چطور همه چیز رو عوض میکنه؟ دنیا ساکت‌تر میشه، رنگ‌ها روشن‌تر به نظر میان و برای یه لحظه انگار زمان آهسته‌تر میگذره. امروز میخوام شما رو با خودم به یه سفر ببرم. یه روز بارونی با یه چوپان و گلش تو دل روستا. این صحنه رو تصور کنین، تپه‌های سبز و مواج، ابرهای غلیظ بالای سر و من دارم کنار یه چوپان زحمتکش راه میرم. بارون داره میباره ولی این جلوی اونو نمیگیره. با هر قدم چکمه‌هاش تو خاک نرم و گل‌آلود فرو میره. اون ثابت قدم حرکت میکنه و گوسفندهاش رو از بین دشت‌هایی که با قطره‌های تازه بارون برق میزنن هدایت میکنه. چیزی که من رو تحت تأثیر قرار میده فقط زیبایی زمین نیست، بلکه آرامشیه که تو این کار ساده هست. چوپان لبخند میزنه. وقتی گوسفندها نزدیک هم جمع میشن، پشمهاشون خیسه ولی روحیشون بالاست. اون یه آهنگ زمزمه میکنه، آروم، تقریبا با صدای بارون قاطی میشه و من میفهمم این فقط یه کار نیست. این یه ارتباط با زمین، با حیوانات و با ریتم خود طبیعت. حتی وقتی بارون میباره، اینجا یه گرمایی هست، یه قدرت آروم، یه حس هدفمندی. دنیا ممکنه با عجله بگذره، اما اینجا بین تپه‌ها و گوسفندها زندگی قدم به قدم صبورانه و بارونی پیش میره. پس دفعه بعد که بارون اومد یادتون باشه، گاهی اوقات بهترین سفرها وقتی اتفاق میافتن که سرعتت رو کم میکنی و از دل طوفان رد میشی.